بسیار خوب دوستان گرامی، درود بر شما. پوزش میخوام، شب دیر هست که مزاحمتون میشم چند دقیقه‌ای. یک موضوع مهم هست، فکر میکنم که باید توضیحی داده بشه، ضروری هست. ما بارها خدمتون عرض کردیم که ما در حال یک جنگ با جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری اسلامی داره می جنگه با ایران برای بقای خودش و ما هم به عنوان تریبون‌های مردمی، رسانه‌های مردمی داریم سعی می‌کنیم در جبهه مردم صدای مردم رو برسونیم و حقایق رو به گوش مردم برسونیم تا خودشون بتونن تصمیم بگیرن. یک نکته خیلی جالب، 2 روزیه که در فضای مجازی سایبری‌های جمهوری اسلامی موضوعی رو سوژه قرار دادند و از اون دارن استفاده می‌کنن به نحو خودشون. چند هدف رو می‌خوان به خاطر اشتباه یک نفر تعقیب بکنن. نخست اینکه بی اعتبار کردن مخالفان جمهوری اسلامی، دوم مسئله ایجاد رعب و وحشت. ما بارها در مورد فرافکنی جمهوری اسلامی توضیح دادیم. شک نکنید که اونها با تمام تلاش دارن سعی میکنن که خودشون رو از مهلکه‌ای که درش افتادن نجات بدن. همه شما دوستان گرامی برید سوال کنید که چرا مستند در مورد قاچاق گوشت، در مورد مواد خوراکی که توسط سپاه پاسداران انجام میشه به کشورهای اطراف انجام نمیدن؟ چرا مستندسازی نمیکنن در مورد بانک آینده، بزرگترین اختلاس تاریخ ایران توسط فرزند رهبر جمهوری اسلامی؟ همیشه منتظر بودم که بیان یک مستند بسازن در مورد اینکه بنده علی جوانمردی، مخلص همه شما، در این مورد اطلاعاتم نادرسته. هیچ وقت این کار رو نکردن، همش گفتن شایعه. چرا مستند نمیسازن در مورد فقر، فلاکت، وضعیتی که نتیجه مدیریت این رژیم هست؟ چرا مستند نمیسازن در مورد اختلاس‌های کلان؟ 1 ماه رو ایران بدون اختلاس سپری نکرده. اینها مسائلی نیست که گم بشه. چرا مستند در موردش نمیسازن؟ همه مردم هم میدونن. همین امروز گفتن که با دروغ گفتن که ویلای، اون هم پس از افشاگری های ما، ویلای دختر وزیر سابق در دولت روحانی رو تخریب کردن، 2 تا پنجرش رو شکستند و ما اعلام کردیم اگر صداقت دارند ویلاهای دیگر رو همونجا در کمتر از 200 متری، ویلای سردار جعفری، ویلای حسین فریدون برادر روحانی، ویلای سایر مقامات ارشد جمهوری اسلامی که به طور غیر قانونی ساخته شده و غصبی هست، چرا اونها رو تخریب نمی کنن؟ این فرافکنی است. دقیقاً مدل کشورهای کمونیستی سابق، شوروی سابق، تلاش برای نفی و بی اعتبار کردن مخالفین و ادامه دیکتاتوری، ادامه فساد، ادامه اختلاس. از همین طریق، از طریق چی؟ نفی و بی اعتبار کردن طرف مقابل و هیچ وقت هم پاسخگو نبودن در مورد وضعیت فعلی کشور. چرا صدا و سیمای نظام در مورد همین حالا که صفهای گوشت هست، برید نگاه کنید گوشت هایی که به عراق قاچاق میشه توسط چه کسانی قاچاق میشه؟ گوشت درجه 1 ایرانی تمام بازار عراق رو فرا گرفته، کشورهای خلیج فارس همچنین و حتی افغانستان گوشت ایران بهش قاچاق میشه. چرا در این مورد نمیرن یک مستند بسازن که سرداران سپاه تا چه حد آلوده قاچاق هستند؟ اومدن اشتباه 1 نفر رو دستاویز قرار دادن برای اینکه کل اپوزیسیون رو زیر سوال ببرند. و البته این نکته خیلی ضروریه دوستان گرامی، هر تریبونی از اپوزیسیون که خودش رو البته اپوزیسیون معرفی میکنه، در صورت اینکه برای آینده در ایران مقام و منصبی برای خودش در نظر گرفته باشه، این مردود هست و جعلی است. بارها این رو گفتیم و حالا هم تکرار میکنم. اگر بنده مخلص شما از اول تا به آخر گفتم که من برای این شغل در آینده ایران دارم فعالیت میکنم، به صداقت من شک کنید. این مردم هستند که باید تصمیم گیری بکنند و ما اگر صداقت داشته باشیم باید از خواست مردم حمایت بکنیم.
هر چی باشه خواست مردم همون درست هست و باید سر تعظیم فرود بیاریم. مسئله جمهوری اسلامی کاملا واضح هست، مردم دارن میبینن، با یک مستند نمیشه این رو زیر سوال برد که جمهوری اسلامی به پایان خط رسیده. دست کشورهای خارجی، سرویس‌های فلان، اینها از اون واژگانه که همیشه جمهوری اسلامی به کار برده برای اینکه بتونه خودش رو مبرا نشون بده، از مبرا بکنه از هر خطا و هر اشتباهی که داشته. و در ضمن با تأکید بر این که دروغ‌های بسیار زیادی هم مطرح کردند. واتساپ کاملا امن هست، شبکه‌های اجتماعی. اگر جمهوری اسلامی میتونست که تسلط داشته باشه و رصد بکنه، هیچ وقت نمی اومد که فیلترینگ به این قدرت رو راه بندازه. و خبر بسیار خوب این که 5G در راهه، یعنی اینترنت بیش از 1000 بار در جهان پرسرعت تر خواهد شد به زودی. جمهوری اسلامی برای اون مرحله چی کار میکنه؟ چگونه فرافکنی خواهد کرد؟ پس بنابراین سایبری های میهنی این رو در فضای اجتماعی پخش کنید که بیان مستند بسازند در مورد قاچاق گوشت، در مورد اینکه کمبود آرد به شدت داره ایجاد میشه. چرا؟ چون قاچاق آرد، احتکار آرد توسط خود مقامات داره انجام میشه. بیان این رو رسانه‌ای بکنن، بیان ازشون بخوان مستندسازی بکنن در مورد جعلی که در بازار ارز راه انداختند، فضاسازی، دروغ‌های بسیار زیاد برای اینکه مردم ضرر بکنند و جیب خالی دولت با دلارهای مردم برطرف بشه. اختلاس‌های بسیار کلان، اسناد بیشتری رو ما به دست آوردیم که در این برنامه دیر هست، من مناسب نمی‌بینم به زودی از بزرگترین تخلف قانونی فرزند رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای، کلاهی که سر اداره مالیات گذاشته توسط نهادهایی که داره، اون رو رسانه‌ای بکنن، در موردش لطفاً مستند بسازید و بگید که فلانی دروغ میگه و منابع ما رو بیارید اگر از شماست، که البته از شماست، ولی نه اون منابع. مستند بسازید در مورد اختلاس بزرگ فرزند رهبر جمهوری اسلامی و بیایید تک تک مدارک رو زیر سوال ببرید، ما خوشحال میشیم. مستند بسازید در مورد فقر که هر روز داره بیشتر میشه، فحشا که در نتیجه فقر داره بیشتر میشه. این یک فرافکنی است برای اینکه افکار عمومی از مسئله اصلی که لزوم سقوط جمهوری اسلامی هست منحرف بشه و چه بسا این به نفع مردم هم خواهد بود در بلند مدت. مردم هم میشناسن که باید چه کار بکنن، دقیق تر میشن و بیشتر متوجه میشن که در این مسیر مبارزه برای سقوط جمهوری اسلامی چه گروه هایی رو باید فالو بکنن و در چه زمینه‌ای چگونه باید عمل بکنن. این خیلی مهم است. دوستان گرامی، اپوزیسیون خارج از کشور نقش کاتالیزور رو داره، نه بیشتر. همیشه بر این تاکید کردم. خیلی از دوستان ما اومدن گله کردن و گفتن که چرا شما از فلان گروه حمایت نمی کنید؟ برای اینکه فلان گروه یا ایکس وای بقیه فلانی هنوز شرایطی برای تغییر دموکراتیک ایجاد نشده، هنوز فضای باز برای انتخابات نیست و ما هرچی بگیم تقریبی هست، ولی ما داریم جبهه مقاومت در درون ایران رو تقویت میکنیم برای اینکه مردم بتونن سرنوشت خودشون به دست بگیرن، مستندسازی بکنن در مورد فسادی که در بیت رهبری هست. برید نگاه کنید، تمامی نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی مالیات نمیدند و رهبر مستضعفین جهان، افرادی که حول و حوش ایشون هستند، به چه پولهای کلان و خیالی دست پیدا کردند. مستندسازی بکنید در مورد افراد آقازاده‌ای که پولهای مردم ایران رو بردند. چرا در مورد آقازاده ها مستندسازی نمی کنید؟ چرا در مورد 800 میلیون دلار فرزند آقای قالیباف
که برده مستندسازی نمی کنید و بیاید بگید اینها دروغ است و این آپارتمانی که ما منتشر کردیم اسنادش رو جعلی هست. چرا مستندسازی نمی کنید در موردش؟ مستندسازی بکنید در مورد این مسائل، ما خوشحال میشیم. اینها دوستان گرامی یک فرافکنی هست و شک نکنید که این فرافکنی از بیت رهبر جمهوری اسلامیه با اهداف مشخص. یکیش نفی و بی اعتبار کردن مخالفان جمهوری اسلامی، یعنی مخالفان ما همه بد هستند، ما خوبیم، وضعیت بسیار خوبه، این رسانه ها هستند که میگن وضعیت بده، و به قول عربی شام شریف ایران، یعنی همه چی خوب، خوش، خرم، مردم خوشحال. کما اینکه رهبر جمهوری اسلامی در توییترش همین رو نوشته بود: مسئولان بدانند که مردم خوشحال هستند. اگر مردم خوشحال هستند نیازی به گفتن نداره، همه مردم شاهد هستند که چه وضعیتی بر کشور حاکمه. مستندسازی بکنن در مورد امروز معلمان شرافتمند کشور، سراسر کشور، در نبود عدالت در آموزش به خاطر تبعیض، بالا نرفتن حقوقشون متناسب با تورم، اعتصاب سراسری کردن به رغم همه تهدیدها، و فردا هم اعتصابه. از شما میخوام که فردا اگر هنوز نخوابیدید به همه دوستانتون بگید که بچه هاشون رو مدرسه نفرستند در حمایت از معلمین شرافتمند. چرا مستندسازی نکردند در مورد زندگی معلمان؟ چرا در مورد زندگی کارگران مستندسازی نکردند؟ کارگرانی که در کارگاه ها و کارخانه های وابسته به یا صاحبانشون جزو سپاه پاسداران هستند و استثمار میشن در این محیط کار، چرا در مورد اینها مستندسازی نکردند؟ مستندسازی بسیار خوبه، ولی نه در موردی کاملا هدفمند، بریده و داستان سازی، و بعد هم بیای دروغ بزرگ که واتساپ تحت کنترل نظام جمهوری اسلامیه. این یک دروغ مطلق هست. جمهوری اسلامی اگر میتونست واتساپ رو کنترل کنه، مهمترین فرد اطلاعاتی رو ما از قلب تهران نمی آوردیم به اروپا با تمامی اسنادی که داشت. اگر واتساپ کنترل می شد، هزار سند خارج نمی شد از کشور اگر واتساپ کنترل می شد. ولی خب چون نمیتونن کنترل کنن، بهترین راه اینه که مردم رو بترسونن که مردم استفاده نکنن. ایمو مال چین هست، بله قابل کنترله، ولی واتساپ رو نمیتونن، حتی تلگرام رو نمیتونن کنترل کنن. جمهوری اسلامی در مسئله آنلاین بسیار ضعیف است دوستان. این حرف من نیست، متخصصین و کارشناسان اینترنتی این رو به من گفتند و به همه شما میتونید بپرسید. از طریق اشتباهاتی که انجام میشه و بارها ما در توصیه‌های هوشیاری گفتیم، از طریق تلفن میتونن کنترل بکنن، رصد بکنن و لوکیشن و موقعیت فردی رو که در جایی عملی رو مرتکب شده پیدا بکنن و بعد به رخش بکشن که ما از طریق آنلاین فهمیدیم. پس بنابراین سایبری های میهنی تحت تأثیر بازی های رژیم نباید قرار بگیرن. جمهوری اسلامی اگر میتونست وضعیت رو درست کنه، مدت ها بود وضعیت ایران بهتر شده بود. به بنبست کامل رسیدن راهی ندارن جز تخریب اپوزیسیون. کی؟ در شرایطی که اپوزیسیون واقعی و برانداز به هم نزدیک شدن و اتحاد و همپیمانی که لازم هست داره شکل میگیره. اونها با تمام توان که خبر دارن، بدون شک کار سختی نیست خبر داشتن از این مسئله. من روزانه با 60 نفر صحبت میکنم، ممکنه 2 تاشون اطلاعاتی باشن. بفرمایید فیلم ها رو بذارید چه اتفاقی میفته. ولی نفوذ در لایه‌های درونی جمهوری اسلامی که اخبار رو بیرون میاره، این مهم هست و این مهم هست که مستندسازی بکنن. بارها تکرار کردیم، حالا دوباره تکرار میکنم در مورد فساد فرزند رهبر جمهوری اسلامی، و در این مستند بیان ثابت بکنن که
بزرگترین اختلاس تاریخ ایران رو انجام نداده. اسنادی که پخش شده جعلیه، اسناد و مدارکی که بوده جعلیه. 15 نفر رو دستگیر کردن سر داستانهایی که ما پخش کردیم از اطرافیان خودشون. چنان وضعیتی پیش اومده که در بانک آینده خیلی‌ها رو عزل و نصب کردن، از دبی افرادی رو فرا خوندن، تهدید کردن که چه کار میکنیم فلان میکنیم. گماشتش آقای علی انصاری و تمامی صدا و سیما بسیج شده که یک فرافکنی بشه. چرا؟ برای اینکه اسناد دیگری به دست ما رسیده. از بزرگترین اختلاس تاریخ بماند بزرگترین تخلف در سیستم مالیاتی کشور توسط فرزند جمهوری اسلامی. خب اینها باید پیش این اسناد فضا رو به هم بزنن. خیلی هم طبیعیه. پس دوستان گرامی، سایبری های میهنی در پاسخ به سایبری هایی که همین حالا هستن، من هیچ وقت نمیبندم به این دلیل اساسی که میگم اگر اونها میان با فرافکنی، با دروغ سعی میکنن بر افکار عمومی تأثیر بگذارن، ما حقیقت رو داریم، ما صدای مردم رو داریم، ما میتونیم با حقیقت تأثیر بگذاریم بر یکایک مردم. حق با ماست. و این شیوه های کمونیستی اگر کارا بود در شوروی سابق به نتیجه میرسید. اگر کارا بود این شیوه های کمونیستی و پوپولیستی که شما بیایید و فقط به جای پاسخگویی به مردم، به جای اینکه به بنبست سیاسی رسیدید توضیح بدید، به جای اینکه به مردم ایران بگید که مردم اگر گوشت نیست سپاه پاسداران داره قاچاق میکنه، مستند بسازید در موردش، اگر گوشت نیست بخشهایی از دولت داره قاچاق میکنه به کشورهای دیگه، مستند بسازید در موردش. به جای اینکه بگید وضعیت معلمین که در زیر خط فقر زندگی میکنن یکی از لکه‌های سیاه بر پیشانی کل ایران هست این مسئله. آموزگاران ما زیر خط فقر زندگی میکنن. شرافت یک معلم زیر سوال رفته و جمهوری اسلامی نه تنها در این مورد هیچ صحبتی نمیکنه، سکوت کرده، بلکه حتی تهدید کرده معلمین رو. تعداد زیادی از معلمین رو دستگیر کرده. بهترین معلمین و شرافتمندترین انسانها رو برده به تیمارستان برای اینکه به مردم بگه اینها دیوانه هستند. چنین رژیمی با چنین وضعیتی میخواد فرافکنی بکنه در حال حاضر از این طریق که بله اپوزیسیون هست که نادرسته، ما همه چی خوبه پیش ما و صداهایی که پخش میشه نادرسته. قصد دفاع از اشتباه هیچ کسی رو ندارم، ولی ما نباید درگیر بازی خطرناک جمهوری اسلامی بشیم. اساس تا سقوط جمهوری اسلامی مبارزه برای این سقوط هست و بعد از اون هم انتخابات در فضای آزاد، تصمیم گیری توسط مردم و صداهایی هم که از حالا خودشون رو گذاشتن رئیس بشن در آینده ایران، وزیر بشن، وکیل بشن، صداهای حقیقی و اصیل نیستند. این ما نیستیم تعیین میکنیم که چه کسی چه کاری باشه. مردم ایران، مردم این کشور هستند که باید تعیین بکنن. یکایک شهروندان هستند که در تعیین سرنوشت حق اساسی رو دارن. جمهوری اسلامی بیاد در مورد وضعیت بدی که در زمینهای مختلف در کشور هست مستند بسازه. سکوت کامل کردند. سرکوب‌های زیادی انجام شد، سکوت کامل کردند. جنایات زیادی انجام شد، سکوت کامل کردند. مستند بسازند در مورد اسنادی که ما در سفارت جمهوری اسلامی داریم توسط افرادی که در سفارتاشون داریم در استانبول که به قاچاقچیان انسان تبدیل شدن. کسانی که در سفارت استانبول کار میکنن اینها قاچاقچی انسانن. عملاً دارن تیم‌هایی رو که ساختن که در مرزن به اصطلاح قاچاقچی هستن که پلیس تحت تعقیب قرار داده، اینها همه برای سفارت کار میکنن. برای چی؟ برای اینکه ناراضی‌ها رو به خارج کشور بفرستن، برای اینکه بگن آقا هر کی ناراضیه بفرمایید برید ما هم بهش کمک میکنیم. حالا در این بین افراد مهمی هم باشه بتونن دستگیرش بکنن. مستند بسازن در این مورد. همه خوشحال میشیم، ما هم کمک میکنیم، سند داریم براشون میفرستیم. اگرم نادرست بود بیارن، همینطور که اسناد نادرست رو 100 بار نشون میدن 1000 بار نشون بدن. جمهوری اسلامی دوستان گرامی در ضعف مطلق هست،
در هر زمینه‌ای توان کنترل بازار رو نداره. بازاریا ازشون بپرسید در آستانه عید هست، با چه وضعیت فلاکتباری مواجه شدن. بازار داره نیست و نابود میشه، ولی فضای ترس باعث شده که کسی فعلا تا این لحظه کاری نکنه. که ما مسئله غلبه بر ترس رو مطرح کردیم. غلبه بر ترس مسئله‌ای هست که اتحاد رو به دنبال خودش میاره و نقطه ضعف جمهوری اسلامی همین هست. هیچگاه جمهوری اسلامی همانند امروز ضعیف نبوده. همسو با تخریب، نگاه کنید سناریو رو، همسو با تخریب اپوزیسیون، همه برای اینکه یه فردی رو از اشتباهاتش اومدن آتو گرفتن و اون رو دستاویز قرار دادن برای اینکه کل اپوزیسیون رو نفی بکنن، نه اون رو، نه فقط ایشون رو. در چنین شرایطی میارن رهبر اصلاح طلب ها که قبل از اینکه جریان اصلاحات بمیره، از تلویزیون های خودشون، از تلویزیون های حامیشون در خارج از کشور منتشر میکنن. آقای میرحسین موسوی در حالت نماز خوندن، فردی که بزرگترین فرصت سوزی تاریخ رو برای ما انجام داد، فردی که میتونست جمهوری اسلامی رو متحول بکنه. میلیون ها نفر پشت سرش راه افتادن و باور کردن به حرفاش، به شعارهاش و فکر کردن که میرحسین موسوی میتونه ناجی باشه. ولی چون افعی کبوتر نمیزاید، نتونست از چارچوب نظام جمهوری اسلامی عبور بکنه و نه تنها خودش رو به روزی انداخت که حالا کارش شده نماز خوندن در یک اتاق، اونم نمیتونه دلا راست بشه، که متاسفم من به این لحاظ، به لحاظ انسانی براش. ولی این نتیجه عملکرد بد خودش هست. اینو میارن دوباره به صحنه، همزمان اپوزیسیون بده. یعنی چی؟ پیام بعدی جمهوری اسلامی این هست که هر تغییر و تحولی در درون خواهد بود. هر تحولی رو باید از خود اصلاح طلب ها انتظار داشته باشیم و اپوزیسیون خارج نشین این برنامه بعدیشون هست. اونها خوب نیستند، اونها بدن، ما خوبیم. دوباره بیاین بد و بدتر انتخاب کنید، بین بد و بدتر، یا بد یا بدتر. این سناریو باید توسط سایبری های میهنی رسوا بشه. سناریوی این که اصلاحات رو دوباره بیارن بعد از تخریب کامل، قصدشون این هست بگن که فلانی که بهش امید بستید، فلان رسانه، فلان، اینا همه بدن، اینا همه مزد بگیرن. میرحسین موسوی نگاه کنید چقدر خوب، چهره خوب، کم کم به میدان بیاد، افرادی در موردش صحبت کنن، رفع حصر و بعد دوباره انتخاب بین بد و بدتر و تکرار تاریخ و بقای جمهوری اسلامی و بدتر شدن وضعیت مردم داخل کشور، فقر بیشتر و از بین رفتن امید برای تغییر و ادامه همین داستانی که در حال حاضر میبینیم با 100 درجه بدتر. به همین دلیل سایبری های میهنی این سناریو رو افشاگری کنید، در موردش بنویسید، علیهش بنویسید و هر سایبری جمهوری اسلامی که اونها با پول کار میکنن، ما برای اعتقادمون کار میکنیم، یادتون نره. اونها برای پول، ما برای اعتقادمون. ما میتونیم 18-19 ساعت برای آزادی کار کنیم، اونها نمیتونن، برای اینکه اونها برای پول کار میکنن. سایبری های میهنی پاسخ بدید، پاسخ محکم. اگر اومدن گفتند این اپوزیسیون مستندی نمیدونن چی، بگید مستند بسازید در مورد مسائلی که مطرح کردیم، در مورد قاچاق گوشت، در مورد فساد در سپاه، در مورد فساد فرزند رهبر، در مورد وضعیت فقر، به زیر خط فقر رفتن کل جامعه آموزگاران و معلمین در سراسر کشور، به زیر خط فقر رفتن کل کارگران در سراسر کشور، حقابه‌داران، کشاورزان در بدترین شرایط به سر میبرن. مستند بسازید از دزدی‌های آبی که در اصفهان انجام شده. در اصفهان آب رو دزدیدن، میگن تقصیر خشکسالیه، برای اینکه سرداران سپاه در بخش‌ها و زمین‌های وسیعی که لم یزرع هست، به درد نخور هست، دارن آبیاری میکنن، باغسازی میکنن، برای اینکه بعد شهرک سازی بشه، همین زمین رو با قیمت 500 برابر به مردم بفروشن. و این کم‌آبی دلیلش این هست، نه عدم بارندگی و مسائل دیگه. مستند بسازید در موردش، در مورد آب اصفهان. مستند بسازید در مورد خلیج فارس،
در مورد خلیج فارس که کرایه داده شده به چین مستند بسازید. در مورد دریای خزر که داره از بین میره و دارن آبش رو منتقل میکنن و عملا دیگه تا 20 سال دیگه به گفته بنده مخلص شما نه کارشناسان محیط زیست برید نگاه کنید که همین در این 2 روز 5 نفر رو عزل کردند برای اینکه مخالفت کردند و دریای خزر هم بخش ایران از بین خواهد رفت. مستند بسازید در موردش. مستند بسازید در مورد آقای خامنه‌ای که 12 میلیارد دلار از پول مردم ایران رو هفته گذشته داد به سوریه تقدیم کرد با 30,000 واحد مسکونی در شرایطی که دولت روحانی رفته گدایی کرده برای 5 میلیارد دلار از روسیه. 7 میلیارد هم روش به آقای بشار اسد داده شد. مستند بسازید صدا و سیما. بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم. منتظرم که سایبری های میهنی تمامی مسائلی که مطرح شد به طور گسترده منتشر بکنن. پاینده باشید.